سلام، صبحتون بخیر. گفتم یه روز عادی رو تو شهر کشور کره جنوبی شما نشون بدم. اینجا ساعت الان 8:49 صبح. اگه از این فیلم ها دوست داشته باشید، هر روز میتونم برم یه قسمتی از شهر و برای شما اینجوری فیلم بزنم. ببینید زندگی عادی توی کره جنوبی به چه صورت. این اتوبوسی که رد شد برقیه، تمام برقی. مردم رو ببینید توی آبر پیاده به چه صورت رد میشن. نظم رو رعایت میکنن، هم ماشینا هم مردم. دوست دارم همون صورت واقعی و زنده کشور کره جنوبی، به خصوص شهر سئول رو که من تو شهر سئول زندگی میکنم و هر روز یه منطقه میرم براتون فیلم بزنم. الان اینجا هوا سرده. یواش بچرخونم این طرف هم ببینید. اینجا متروه و این ورودی متروه. اینم پارکینگ متروه. فکر نمی‌کردم تو این ساعت هم کسی الان بیدار باشه. ببینید اینایی که مقبولیت جسمی دارن خب درآمدشون کمه، ولی دولت براشون از این ویلچرهای برقی میده. اینم آسانسور یه متروه. این خانم اومد سوارش.
اینا خبر ندارن اصلا که کسی تو اون بر دنیا داره میبیندشون. چرا به درخت‌ها چوب زدن؟ به خاطر این که اینجا یکی دو فصل هوا خیلی طوفانی میشه، برج 7 میلادی به خصوص، هم بارون شدید هم طوفان و درخت‌ها رو از جا میکنه. درختایی که احتمال میدن که جا به جا بشه با باد و طوفان بهشون چوب میزنن. مثل این دوتا رو نزدن اما این 4 تا رو زدن. آفتاب هم داره از اون طرف در میاد، یعنی در اومده ها، خیلی داره میره بالاتر. ساعتیه که مردم دارن میرن سر کار دیگه، دانش آموزا دارن میرن مدرسه. دانش آموزا دیگه تو این ساعت الان مدرسه هن. ببین هیچ دانش آموزی دیگه نمیبینی، تا 9 باید مدرسه باشن. مدارس ساعتش فرق میکنه، دبیرستان 1 ساعت، راهنمایی 1 ساعت، ابتدایی 1 ساعت. درستون رو بخونید، پشت کار داشته باشید، میتونید بیایید کره تحصیلی، میتونید اقدام بکنید. از همین الان باید به فکر نمرات خوب باشید و زبان کره‌ای رو یاد بگیرید که بزرگ شدید بتونید بیایید کره. از دانش آموزا نمیشه ویدیو درست کرد، چون به خصوص از بچه ها غیر قانونی نمیشه فیلم گرفت. ولی خب تو همین لایو ها میتونم توضیح بدم دیگه در مورد مدرسه بچه ها. بچه ها امشب هم لایو داریم و البته به وقت اینجا میشه شب، حدودا ساعت 5-5:30 بعد از ظهر لایو میذارم و به وقت ایران حدودا فکر میکنم 12 ظهر بعد میشه.
موضوعش توی اینستاگرام هست. ببینید در مورد چی میخوام. هر روز در مورد یه چیزی صحبت میکنم. بعد در همون مورد میتونید سوال بکنید. برای روز دوشنبه رو نگاه بکنید، تو اینستا هست. هم پست کردم هم توی استوریا هست. نه 5 بعد از ظهر به وقت کره، نه 5 بعد از ظهر درسته 5 بعد از ظهر به وقت کره که حدوداً میشه 11 و نیم 12 اینجا. ببین پیج من یه فرقی داره. من با بچهای دیگه نگاه میکنم، بچهای دیگه که حالا تو کشورهای دیگه یا کره هستن از خودشون میذارن، پست میذارن، نمیدونم استوری میذارن، ما رفتیم غذا خوردیم، من این لباس خریدم، من با این رفتم اینجا، من این کارو کردم، من این تحصیلات انجام دادم. همش من میکنن. هی وضعیت خودشون رو دارن نشون میدن که من اینجوریم. حالا اونا اونجورین، اکثرا اونجورین، ولی خب من دوست دارم واقعیت ها رو نشون بدم. ببینید که کره به چه صورته. اگه کسی اومد اینجا یه وقت شوک نکنه، تعجب نکنه، ای ما یه چیز دیگه دیده بودیم، الان یه چیز دیگه است. واقعیت ها رو دوست دارم به تصویر بکشم و از حقیقت صحبت بکنم. تحصیل، زندگی مردم، انواع مختلف، هر چیزی که توی کره هست. آخه اگه ساعت 12 هزارم به وقت ایران که اینجا میشه حدوداً 5 و نیم، بعدش دیگه دیر وقت میشه. نمیدونم ساعت چه ساعتی خوبه فکر میکنید لایو رو بذاریم؟ آخه هر ساعتی بذاریم یه سری نمیرسن. اگه 5 بعد از ظهر بذاریم بعضیا میگن ما سر کلاسیم، نمیدونم ما سر کاریم. اگه 12 ظهر بذاریم لایو، دوباره یه سری میگن ما مدرسه ایم، ما سر کاریم. لایو هست دیگه، تو اینستا هست، سیو میشه، میتونید بیاید نگاه بکنید. برای شما فردا صحبت شو، برای ما امروزه. میگی فردا لایو دیرتر بسار. 10-11 شب اگه بخوام لایو بذارم به وقت کره میشه بودم 5 ایران. نمیدونم، باید نگاه کنم. هوا سرد میشه، بیرون رفتن این موقع سخته. حالا باز امروز خبر میدم اگه بشه 10-11 شب بذارم دیگه نمیتونم برم تو خیابون قدم بزنم، باید برم توی کافی شاپی بشینم و از اونجا یه قسمتی رو فقط دوربین رو بذارم، شما مردم اونجا رو ببینید و من صحبت کنم. لایو هر روز در مورد یه چیز در کره صحبت میکنیم. دیروز در مورد سبک زندگی مردم کره صحبت کردیم و امروز الان دیگه من لیست رو نمیتونم ببینم، توی گوشیمه، توی اینستا هست، نگاه بکنید. در مورد یه موضوع دیگه است قراره اینو صحبت بکنیم. هر هفته روزایی که میخوایم صحبت بکنیم موضوعش رو به اسم گفتگوی خودمونیه و لیستش رو روزای یک شنبه میذارم توی اینستا که در مورد چی میخوایم صحبت کنیم. پس بیایید در مورد همون بخش فقط سوال بکنیم. مثلا من در مورد سبک زندگی مردم لایو میذارم، بچه‌ها همش میگن در مورد تحصیل میپرسن یا مثلا کار میپرسن، نوع ویزا میپرسن، بورسیه میپرسن. نه، بیایید همه چیز رو به دست بیارید. فقط شما ویزا بگیرید اومدید اینجا، چیزای دیگه هم باید آگاهی داشته باشید دیگه. بس
هر روز رو در همون مورد صحبت بکنید. بعد این لایو رو من سیو میکنم، هم تو اینستا هست، چون فیلم خیلی زیاد میشه 24 ساعت میذارم اینستا، بعدش همزمان میذارم یوتیوب جینا این کوریا. فیلم های خیلی زیادی هست، بعد آموزش زبان کره میدم، موضوعات مختلف اونجا صحبت میکنم. اونجا هم برید چیز بکنید، سابسکرایب بکنید، لایک بکنید، فیلم ها رو نگاه بکنید. من هر روز لایو میذارم بچه ها. لایو رو شما نمیتونید ذخیره بکنید، من ذخیره میکنم، توی اینستا هستش. برای کارهای دولتی نه، توی کره خارجی ها رو برای کارهای دولتی استخدام نمی کنن، فقط کارهای آزاد میشه انجام داد. شامل بیمه میشه، شامل همه چی میشه، ولی توی مثلا اداره پلیس، اداره پست، ادارجات نمیشه به عنوان کارمند. مثلا تو شرکت سامسونگ میشه کار کرد، شرکت هیوندا میشه کار کرد، شرکت هایی که تقریبا شخصی یا نیمه دولتی هستن اونجا میشه کار کرد. ولی تو کارهای دولتی خاص که فقط مخصوص دولت، مثلا مثل اداره پلیس یا اداره پست، شخصی نیستن، دولتی هستن، خارجی رو استخدام نمیکنن. برم مستقیم برم مردم خوب نیست، چهره مردم رو فیلم بگیرم چون رد نمیشم، یه جا وای میستم خوب نیست، به خاطر همین دورتر وایسادم. یه ذره اینجا میشینم. مردم الان دارن میرن سر کار، ساعت 9 و 6 دقیقه صبح، یا از این پله های استفاده میکنن. زوم نمیشه. کره یا ببین الان این آقا هم ماسک داره. کره یا اگه سرما بخورن از ماسک استفاده میکنن یا بیمار باشن، یا اگه فکر میکنن دارن میرن جایی که همکارشون، دوستشون یا محیط آلوده هست، از ماسک استفاده میکنم. راه برم بچه ها، هوا اینقدر سرده، من الان دستام یخ زده و سرم کلاه گذاشتم. سر خودم کلاه نذاشتم ها، سرم کلاه گذاشتم. ببینم از این چراغ اگه بتونم رد بشم. الان بچه مدرسه ها رفتن، اگه بچه مدرسه ها رو به شما نشون میدادم. این چادره رو میبینید اینجا، این تابستونا باز میشه، یه سایبونی میشه و اکثر چهارراه ها گذاشتن که مردم زیر سایه وایسن. آفتاب شدید میشه. یه دونه این ور هست، ببین اون ورم یه دونه هست، اما نوعش فرق میکنه. اون شخصی که اونجا وایساده رو میبینید بالا سر اون. اکثر چهارراه ها میذارن. بچه جالبه، روزای اینجوری زندگی عادی مردم هم نشون میدن. کوتاه مثلا این الان قدشون نه خیلی هم کوتاه نیست، چرا نسل قدیمش کوتاه بود. الان ببین نسل قدیمش رو نگاه میکنی کوتاهه، ولی بچه های حال حاضر قدشون کوتاه نیست. اینم نمایشگاه شرکت کیاست. ببین ماشین های جدید کیا
این شکلیه. این ماشینه ایران هست، این کیا که میبینید این برقی هم هست بچه ها. الان دیگه شرکت کیا اکثر ماشیناشو برقی میزنه. این ماشین بعد اینا همه جدیده. این نمایشگاه است و میذاره اینجا. خیلی جالبه. کره میتونن بیان، بعد لازم نیست نقد بدی. مثلا الان اینا هر کدوم تقریبا به پول کره 6-7 هزار وونه، به دلار چجوری میگم دلار چقدر میشه؟ حالا ولش کن. تو ذهنم چون همش وونه به دلار الان نمیتونم چیز بکنم، قیمت میذارم برای ایران، به خصوص برای پول ایران. اینو میخوام بگم که مردم اینا دوست پسر دوست دختر باید باشن اینا، چون سنی ندارن همچنان. اینو میخواستم بگم. آره کره میان راحت بدون اینکه بهره بدن ماشین میخرن. مثلا فکرشو بکن اگه 1 میلیارده قیمت ماشین، این هم یه نمایشگاه دیگه است. این نمایشگاه شرکت رنوه. میان 1/3 میدن، بعد ماهیانه از حقوق طرف کم میشه. حالا نسبت به مقداری که خودش میتونه بده قرارداد میبنده و پول کم میشه. از اون سر 4 راه رد شدم یه مقدار شور و حال کمتر شد. یعنی اینجا خب هم مترو بود، هم فروشگاه زیرزمینی بود اونجا، و اینم پمپ LPGه. ببینید چقدر خلوته. الان دیگه از LPG زیاد استفاده نمی کنن. سابق یادمه کره LPG شو از ایران می خرید. از مترو خب به صرف هست که استفاده بکنن دیگه. بریم ایستگاه اتوبوس هم بهتون نشون بدم. خب ببین از اتوبوس یا مترو بخوان استفاده بکنن خیلی براشون به صرف هست. اینجا بنزین گرونه. من الان دیروز یه استوری گذاشتم، بنزین زدم 29 لیتر به پول ایران تقریبا 4 یا 4.5 میلیون تومان میشه. درسته درآمد اینجا بالاست، پای حقوق نزدیک 230 تا 250 میلیون تومنه پای حقوق. خب به پول ایران زیاده دیگه. همون پول اینجا داره خرج میشه. یکی اون پولو در میاره 230 میلیون تومن، همونو همه رو خرج میکنه. خب بس به صرفه به اینه که طرف بره از اتوبوس استفاده بکنه. بعضی هم مثل این خانم ببین هوا سرده ولی دوست دارن شیک باشن، لباس شیک و مرتب و جوانانه میشه. میداشتم میگفتم اینم یه ایستگاه اتوبوسه. خب ببین اینجا الان آشغال هست. خب این ساختمون ها میان آشغالاشون رو میذارن اینجا. تفکیک شده هم هست بیشتر، به خصوص اون استارباکس، اون کافی شاپه. و حالا شهرداری اون ساعتی که مشخصه میاد ور میداره.
خب دیگه بچه اونجا دیر وقتم هست، هر چه قدم وایسید من صحبت بکنم بعد شما هم میخواید برید سر کار یا حالا دانش آموز هستید میخواید برید مدرسه، سختتون میشه. من خداحافظی میکنم برای لایو امروز. من استوری میذارم هر روز برای لایو نیم ساعت زودتر خبر میدم که لایو چه ساعتیه. برید اون ساعت لایو رو نگاه بکنید، بیایید بالا، من که میام بالا شما بیایید نگاه بکنید و بعد سوالی که در اون موردی که میخواییم صحبت بکنیم رو بپرسید، من بهتون توضیح میدم. هر روز یه موضوعی رو صحبت میکنیم اسم گفتگوی خودمونی. بعد گفتم یوتیوب هم هست، اونایی که قادر هستن یوتیوب دارن و براشون هزینه نداره، سختشون نمیشه، برن یوتیوب هم سابسکرایب بکنن. یه حالا لایک هم بکنید، نگاه بکنید. فیلم های اونجا هم بد نیست، فیلم های حالا مختلف میذارم، سعی میکنم هر روز یه فیلم بذارم. بعد آموزش زبان کره‌ای دارم میذارم اونجا به اسم 1500 لغت مفید که اگه میخوای اونا رو بلد باشی یعنی شما راحت میتونی کره‌ای صحبت کنی. دایره لغتتون تو هر زبون زیاد باشه شما اونقدر راحت میتونی از عهده اون زبون برداری. الان قسمت اولش رو گذاشتم، هر یه هفته فکر کنم یه بار یه قسمت بذارم، هر دفعه هم 30 تا میذارم. روز اولش رو گذاشتم، روز دومش هم فکر میکنم امروز فردا بتونم آماده بکنم بذارم، برید اونا رو نگاه کنید. اونا رو تو یوتیوب میذارم، خیلی درسای خوبیه، یعنی اونا رو بلد بشید راحت دیگه سطح عالی. هم میتونید تو توپیک قبول بشید. 1500 لغت مهم توپیکه. توپیک یه امتحانه مثل آیلتس یا تافل حساب کنید برای زبان کره‌ایه. اونو بلد بشید یعنی کره‌ای بلد. خب وقتتون بخیر، روز خوبی داشته باشید تا لایو بعدی. خدا نگهدار.